فصل 22. آنگاه رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. هر ماه یک بار از برگ این درختان برای درمان درد ملل استفاده می‌شد و دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی خود خواهند داشت. دیگر شبی نخواهد بود و آنان به نور چراغ و خورشید نیاز نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. سپس آن فرشته به من گفت این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند خدا که به پیامبران روح نبوت را میبخشد فرشته خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد. عیسی میگوید بدانید من به زودی میآیم، خوشا به حال کسی که به پیشگویی‌های این کتاب توجه کند. من یوحنا این چیزها را دیدم و شنیدم و همین که اینها را دیدم و شنیدم در مقابل آن فرشته که این چیزها را به من نشان داده بود به خاک افتاده سجده کردم. اما او به من گفت نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و برادرانت، یعنی پیامبران و کسانی که به سخنان این کتاب توجه دارند. فقط خدا را پرستش کن. سپس به من گفت پیشگویی‌های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. بگذار آن خطاکار به خطاهای خود و آن مرد فاسد به اعمال شریر خود ادامه دهد و آن مرد نیکو نیز اعمال نیکوی خود و آن مرد پاک زندگی پاک خود را ادامه دهد. عیسی میگوید آری من به زودی میآیم و برای هر کس طبق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند. آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. اما سگان و جادوگران و زناکاران و آدمکشان و بت پرستان و همه کسانی که در قول و فعل دروغگو هستند در خارج از شهر هستند. من عیسی فرشته خود را پیش شما که در کلیساها هستید فرستادم تا این امور را به شما اعلام کند. من ریشه و نهال تابوت و اختر تابان صبح هستم. روح و عروس میگویند بیا. هر شنونده‌ای باید بگوید بیا. ای تشنگان بیایید آب حیات را بپذیرید. این بخششی است رایگان برای هر کس که طالبان است. من به تمام کسانی که پیشگویی‌های این کتاب را میشنوند اعلام میکنم که اگر کسی چیزی بر آنها بیفزاید خدا بلایایی را که در این کتاب آمده است نصیب او خواهد کرد. و اگر کسی از این پیشگویی‌ها چیزی کم کند خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب آمده است بی بهره خواهد ساخت. کسی که همه این چیزها را تصدیق می‌کند می‌گوید آری من به زودی می‌آیم. آمین. بیا ای عیسی ای خداوند. فیض عیسی خداوند با همه شما باد. آمین. Meu galardão anda comigo para recompensar a cada segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras de sangue de Cristo, para terem parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas.
Mas fora daqui os malditos, os que dão veneno, os impudicos, os homicidas, os idólatras, todos aqueles que amam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve diga: vem. E o que tem sede venha. E aquele que quer, receba de graça a água da vida. Mas eu aviso a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, será castigado com as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus também há de tirar a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O que dá testemunho dessas coisas diz: certamente que eu venho logo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.